پادشاهان ما به نشاندن درخت دلبستگی فراوان نشان می‌دادند. اکنون نیز به رسم باستان مراسم درختکاری در ساعات معین در سراسر پایتخت و محلات اطراف انجام می‌گیرد. یکی از کشاورزان منطقه تبالش که امسال به تنهایی 16,000 درخت کاشته، به دریافت مدال طلای کشاورزی از دست شاهنشاه مفتخر می‌گردد. اعلیحضرت همایون شاهنشاه در جنوب تهران مراسم درختکاری را با غرس یک هسته نهال افتتاح می‌فرماید.